که دو دوم میسازه البته یا مؤسسه تو مکتبی بوده در کره دو دوم مایل یا دوم ساختند مایل نه که دو دوم دا هر صاحبکاری که در ناحیه وسیع ساختمان بینای بلند اشونه را آغاز میکند باید این طلبات مقامات محلی را به اینابت گیرد. رئیس ناحیه تاکید میکند که هنگام طرحریزی نقشه ساختمان صاحبکاران باید نه تنها مغازه بلکه امکان تأسیس جایهای نوی کاری را نیز در نظر گیرند. در یک دوم 50 خانه میکنه ما صحبت کردیم 50 تا اویلا را جا میکنی خلان همینجا 50 تا جای کاری باید داشته باشه. همه فقط یا مرکز خدمت رسانی مینویسند مغازه میکنند دیگه یگان چی نیست. ما میتونیم که یا ایتاج دیگه یا کارخانه خودی قانونی کنیم ما میتونیم که خیمچیسکا کنیم نداریم مثال همین چیزا همین ما پیشنهاد کردیم. ناحیه وسیع که در منطقه کلاب جایگیر است از کلانترین ناحیه‌های جمهوری به حساب می‌رود. در زمان شوروی در اینجا خانه‌های بلند آشانه زیاده از دو طبقه نبودند، اما حالا شماره صاحبکاران که می‌خواهند بیناهای بسیار آشانه سازند رو به افزایش است. رئیس ناحیه میگوید اگر هر صاحبکار با این نقشه کار کند صدها جای نوی کاری تأسیس می‌یابد. من مثال رفتم کار کردم مونده شدم فرزند میرود 2 ساعت ایم دو دیگه پول نمیته ای توگرک مرکزی ناحیه بیا پول نمیته ای کدوچی مثال من پول نداده جای کاریش تامین میکنه. ما همین طلبات را نسبت همون کردیم. با این همه صاحبکاران میگویند آنها طبق طلبات بازار کار میکنند. با گفته آنها هر جا که درآمد بیشتر است همان را انتخاب میکنند. همین که دوام میسازن یک میتاش مجازی میکنن و هر این دمیتن طلباتش و فایدهش بیشتر است. تا امروز رئیس ناحیه وسیع 20 قرار درباره ساختمان بیناهای بلند آشانه صادر کرده است. از این شماره در 8 مورد آنها ساختمان آغاز یافته است. طبق نقشه این بیناها باید بعدی به استفاده دادن 10 جای کاری فراهم آورد، ولی معلوم نیست آیا این پیشنهادها در عمل تطبیق می شوند یا نه.